انگشتر سنت است. این سنتی نیست که حتما ما باید به او عمل بکنیم. این جزء عادات پیامبر صلی الله علیه و سلم است و خوب است که انسان از سنت پیامبر مطابقت بکنه. یعنی امر نکردن ما رو. انگشتر پیامبر صلی الله علیه و سلم انگشتر نقره استفاده می‌کردن، انگشتر طلا استفاده نمی‌کردن. فرمودن که طلا بر مردان امت من پوشیدنش حرام است. اما یک چیز دیگه به نام حلقه ازدواج میگن یا چله میگن در افغانستان، یا حلقه نامزدی میگن. این رو استفاده کردنش مشابهت با کفار است، چون این نه در سنت است و نه در شاید 100 سال پیش اصلا در بین مسلمان ها رایج نبوده و این از دین نصرانیت آمده. ببینید گاهی اوقات ما میگیم که فلان عمل جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون اگر این عمل جز شعائر دین کفار باشد به خاطر همون جایز نیست. اصل این چله‌ای که میندازن در دست دختر و پسر بعد از عروسی و نامزدی، این در کلیسا صورت میگیره. اصلش چی است؟ میگفتن به نام خدای پدر، به نام روح القدس. بعد در این کلک میگذاشتن میگفتن به نام خدای چی؟ پسر. این یک اصل مذهبی دارد. این علقه‌ای که در عروسی استفاده میشه به دست مرد و زن، این یک اصلی در دین نصارا داره. به خاطر همون استفاده کردنش جایز نیست. اما انگشتر عادی نقره باشد جایز است، از سنگ‌های قیمتی باشد جایز است و اشکالی ندارد.